فرمولای سوم چیزه؟ در حال امروز همین گروهی که فرمول هم اثبات کنیم تماشا کنید. ما برای این فرموله های جمع یک موضوع داشته بودیم که سینوسی الفا جمع بیتا سینوسی الفا تربیع بیتا چون کنیم استفاده کنیم. تماشا کنید. بنویسیم سینوسی الفا جمع بیتا ما به چی برابر است؟ سینوسی الفا جمع کوسینوس الفا ضرب سینوسی بیتا کوسینوسی الفا. هم خیلی می‌کنم. و ترکش تو که سینوسی الفا ترکیب بیتا ما به چی برابر است؟ سینوسی الفا کوسینوس بیتا مینوس سینوس الفا. هم خیلی بچه‌ها برای فرموله های سومه برابرن ما چون کنیم یک کم میگیریم هر دو طرفی همین برابری ما یک قسمی راست چپش و راستش جمع میکنیم. جمع کنیم اگر سه میشه یک کم کاری که ما میکنیم سینوسی الفا جمع بیتا جمع سه میشه سینوسی الفا ترکیب بیتا. منه برابری این قسمش جمع کنیم می عینا نمیتر این قسم دیگرش هم جمع میکنیم نه خوب سینوسی الفا کوسینوس بیتا جمع سینوسی الفا کوسینوس بیتا چه میشه؟ دو سینوسی الفا کوسینوس بیتا. انا سینوسی بیتا کوسینوس الفا جمع طرح سینوسی بیتا کوسینوس الفا چه میشه؟ نو میشه یعنی اصلاح میشه. فهمیدی من؟ ما یک نمود بینتها سومه دو تا سینوس های البته اثبات کنیم فقط اینجا در کنج ما الفا پلوس بیتا و الفا مینوس بیتا ده همین یک تا کنج به آورم و چون میکنیم گوش کنید بچه ها بگذار اگر الفا پلوس بیتا یا x الفا ترهی بیتا یا y بمگر و هر دو این عینا همین خیلی هر دو طرفی نابرابری یک بار جمع کنم اگر الفا جمعی الفا چی میشه؟ دو الفا بیتا و بیتا اصلاح میشه چون یکتاش پلوس یکتاش سه نو میشه یکی جمعی ایگری برابری ایکس چیزه است و خودی الفا یا مگر چه؟ ایکس پلوس ایگری تقسیم آفرین عینا همین خیلی یک بار ما جمع کنیم که یک بار اکنون طرح کنیم اگر الفا طرح الفا میرود اصلاح میشه بیتا مینوسی بیتا بیتا پلوسی بیتا میشه دو بیتا برابری ایکس طرحی طرح کنیم اینجا بیتا ما برابری چی میشه؟ برابری ایکس مینوسی تقسیم دو. انا این چیزی خیلی اساسی ما با امروز همین فرموله ها با همین چیزا استفاده میبریم. اکو بچه‌ها تماشا کنید خب جای الفا پلوس بیتا به چی مانیم؟ جای الفا ترکیب بیتا ایگری انا همین فرموله چه شکل میگیره تماشا کنید سینوس ایکس جمع سینوس ایگری برابری دو سینوس جای الفا و من این جای الفا و تماشا کنید الفا به چی برابر شد؟ ایکس پلوس ایگری تقسیم دو آورده میگذاریم جای بیتا باشد ایکس پلوس ایگری تقسیم دو اینم آورده میگذاریم جای بیتا بعد فهموندن؟ این خیلی میشه دو سینوسی x جمع y تقسیم دو کوسینوسی x تقسیم y تقسیم دو تمام این یکم فرموله ما اثبات کنیم بچه‌ها فرموله رقم 1 سینوسی الفا جمع سینوسی بیتا برابر دو سینوسی الفا پلوس بیتا تقسیم دو کوسینوسی الفا مینوس بیتا تقسیم دو ما با چی فرق دارد x میگویی یا y میگویی یا الفا میگویی یا بیتا میگویی همش همان یک ارگومنت فهمو انا این فرموله یکم عینا همین خیل سینوسی الفا مینوسی بیتا یافتم با سینوسی الفا مینوسی سینوسی سه بیتا سینوسی الفا مینوسی سینوسی بیتا یافتم با فقط که هر دو طرفی برابری اینجا ما جمع کنیم کو جمع نیو طرح کنیم اگر الفا مینوسی بیتاش میبره بچه‌ها بتون یک بار اثبات میکنیم من فرموله دوم اثبات میکنیم بچه‌ها طرح کنیم اگر چی میشه سینوسی الفا پلوس بیتا طرح سینوسی الفا طرح بیتا همه خیلی هست برابری وقتی که طرح بکنید هر دو این اصلاح میشه الان پلوس مینوس کو با طرح درستیم مینوس و این مینوس سه میشه بعد چی میمونه دو سینوسی
نه بتا کوسینوس آلفا آفرین اکنون جای آلفا پیروسی بتا به چه میمونیم ما؟ ایکس آور میمونیم جای آلفا تایی بتا با یعنی ایگری که آورده میمونیم جای بتا با قیمتش جای آلفا به قیمتش میمونیم اگر فرموله دیگر رو میکنیم سینوس ایکس تایی سینوس ایگری X minus y تقسیم دو ضرب کوسینوس x minus y تقسیم دو. آفرین فرموله دویم در حد اثبات شدن که من تماشا کنید سینوس آلفا تری سینوس بتا برابر دو سینوس آلفا تری بتا تقسیم دو کوسینوس آلفا جمع بتا تقسیم چیزه دو کنه فقط این مونده ایکس و ایگری چی فرق دارد شما میتونید حاضر این آلفا گیر بتا که حالش کنید هر چی گوید آقلون پیروی نقاط نیستن تمام اگه سومیش موندیم نوبتی کوسینوس شد بچه‌ها کوسینوس ما از عینیتی کوسینوسی آلفا جمع بتا و alfa minus beta. فرموله کوسینوس آلفا جمع بتا کوسینوس آلفا تایی بتا استفاده کنیم تماشا کنید بچه‌ها یکم فرموله ما چی بود کوسینوسی آلفا جمع بتا کوسینوسی چی بود دو پیروز باشد آفرین ترکش چی؟ کوسینوس آلفا آفرین انا تو با عیناً همین کاره اجرا کنیم یک بار چون کنیم جمع بعد جمع کنیم اگر نخه میشه کوسینوسی آلفا جمع بتا جمعی این طرف میشه کوسینوسی آلفا تری بتا برابری تماشا کنیم یک تا پیروس یک تا مینوس دار سینوس ها رفتن سینوس ها اینجا کوسینوس آلفا کوسینوس بتا با جمع یک تا دیگه کوسینوس آلفا کوسینوس بتا چی میشه؟ کوسینوس آلفا کوسینوس بتا عیناً همین طور به جای آلفا پیروس بتا ایکس میگذاریم جمعی به جای آلفا مینوس بتا چی میگذاریم؟ ایگری چی میشه؟ دو کوسینوسی به جای آلفا چی میگذاشتیم؟ ایکس جمع ایگری تقسیم به جای بتا چی؟ ایگری تقسیم اثبات کردیم فرموله سوم آسان رسمی خیلی اکنون فرموله چهارم اثبات میکنیم فرموله چهارم کوسینوس آلفا ترجیح بتا برای این چون کنیم تمام نگاه کنیم بچه‌ها کوسینوس آلفا ترجیح بتا جمع میشه بتا ترجیح کوسینوس چی alfa minus beta. اکنون این نگاه کنیم اینجا طرح نه بچه‌ها طرح شبه طرح نیست میشه خیلی میشه اینجا مینوس و پیروس با مینوس میشه خیلی مینوسی سینوسی آلفا سینوسی بتا با یک دیگه مینوسی سینوسی آلفا سینوسی بتا این بچه‌ها مینوسی دو چه میشه سینوسی آلفا سینوسی چی میشه؟ بتا آفرین عیناً همین طور به جای آلفا پیروسی بتا چرا میگذاریم؟ کوسینوسی ایکس سرهی کوسینوسی ایگری مینوسی دو سینوسی به جای آلفا ایکس جمع سینوسی آفرین فرموله چندم شد؟ فرموله چهارم نه فرموله چندم؟ اکنون آمدیم نوبتی تنگنسی الفا جمع تنگنسی چی بر؟ بتا خیلی آسان بید من باید دستگاه حل کنیم تنگنسی الفا جمع چیه؟ تنگنسی بتا اهمیت داریم اینه که نمیشن می؟ یا استاد خبیز و استاد نگاه کنید تنگنسی الفا جمع چی؟ اکنون تنگنسی الفا جمع تنگنسی بتا یا ما میتونیم دو تا راه که اثبات کنیم یکمش چیه؟ ما میتونیم مخرج عمومی بعد از ساده کردن مخرج عمومی تیمو
یعنی که با واسطه سینوس و کوسینوس استفاده کنیم. تانگنس الفا ما می‌نویسیم چیه؟ سینوس آلفا تقسیم کوسینوس آلفا. فرمول تانگنس یادتون نده همین. جمعی سینوس بیتا تقسیم کوسینوس بیتا. کوسینوس چی؟ بیتا. آفرین. این برابر میشه وقتی که شما مخرج عمومی میدید کوسینوس بیتا یک تشبه دیگر تشبه چی میشه؟ کوسینوس آلفا میشه. خیلی مخرج عمومی ما کوسینوس آلفا کوسینوس بیتا. مفهومه؟ سینوس آلفا کوسینوس بیتا جمعی کوسینوس آلفا. کوسینوس آلفا میگذار سینوس بیتا. این فرمول. این کدام فرمولی که؟ سینوس آلفا جمعی. آفرین. تانگنس الفا جمعی تانگنس بیتا ما به چی برابر است؟ سینوس آلفا جمعی تقسیم کوسینوس آلفا ضرب کوسینوس بیتا. این فرمولی چندم شد؟ پنجم. فرمولی پنجم. که ما تبلیغ هست اثبات کردیم. مینوسش هم عیناً همین خیلی اثباتش فقط از بس که اینجا مینوس میشه مابینش. بنابراین اینجا چه میشه؟ مینوس. یعنی که اکمیلش اثبات هم کردن حجت هم میاد. تانگنس بیتا سینوس آلفا بیتا تقسیم کوسینوس بیتا. آفرین بچه‌ها. خیلی فرمول ضروری بسیار استفاده می‌شدی. یعنی این چیز فرمول رقمی 7 و 8 نگاه کنید این فرمول هم اثبات کردیم. باز این فرمول ششم شد. اما خیلی بچه‌ها فرمول هفتم کوسینوس آلفا جمع سینوس آلفا. حتی بچه‌ها عجایبی کاره خیلی تا حاضر سینوس آلفا جمع سینوس بیتا کوسینوس آلفا جمع کوسینوس بیتا یا کی فرقش بود اگر این خیلی بچه کوسینوس آلفا جمع سینوس آلفا یکتاش دیگه فونکسی تریگونومتری کوسینوس یکتاش چیزی بچه‌ها خیلی آسان این به شما چه کردن ما ممکن بچه‌ها گوش کنید ما میتوانیم از بس که اینو ببینید کوسینوسی 45 گرادوس ما ریشه دو تقسیم دو سینوسی 45 گرادوس ما هم چند؟ ریشه دو تقسیم دو اما خیلی میدید برای این ما یافتن چون کنید یعنی که ریشه دو تقسیم دو با هم سرعت و هم مخرج ما ضرب و تقسیم کنیم ریشه دو تقسیم دو چون کنیم هم هم صورت و هم مخرج و تقسیم کنیم ضرب و تقسیم کنیم سه میشه ریشه دو تقسیم دو کوسینوس آلفا جمعی ریشه دو تقسیم دو سینوس آلفا تقسیمی با ریشه دو تقسیم سه دو با اختصار شده میره با اون همین چیز خودش فهمید انا اکنون کمتر اینه ساده میکنیم بچه‌ها ساده کنیم اگر چه میشه ریشه دو تقسیم دو کوسینوس 45 گرادوس میده ریشه دو تقسیم دو با سینوس 45 گرادوس میده یاد بیاریم یعنی که دومش اینجا بنویسم کوسینوس 45 گرادوس کوسینوس آلفا جمع سینوس 45 گرادوس سینوس چیه آلفا تقسیم ریشه دو تقسیم دو فهمیدی من جایی ریشه دو تقسیم دوی صورت انگی و مهم قیمت باشد این کدام فرموله دار؟ این فرموله کوسینوس آلفا جمع بیتا یعنی کوسینوس 45 گرادوس جمع آلفا اگر اینجا پیروز باشه اگر چیز جمع میشه بله کوسینوس میشه آلفا جای آلفا دا چند هست؟ مینوس جای بیتا میشه هست 45 مینوس آلفا تقسیم ریشه دو تقسیم چه دو اگر که بچه ها ما ریشه دو تقسیم دو یا مقصد از ایراسیونال را رادیکال را از مخرج آزاد میکنیم روی مگر از مخرج آزاد میکنیم روی مگر بچه ها چه میشه این دو کوسینوسی 45 گرادوس طرح آلفا تقسیم ریشه دو میشه بچه ها یعنی این دوی مخرج انگار صورت ضرب میشه بعد این ما ریشه دوی از مخرج آزاد کردن و هم سرعت و هم مخرج ریشه
ریشه دو رو ضرب کردیم اگر دو ریشه دو کوسینوسی 45 گرادوس حد الفا تقسیم ریشه دو ضرب ریشه دو اكو دوی خودش میشه نه بعد دوم اختصار میشه خیلی ریشه دو چیزمو ریشه دو کوسینوسی 45 گرادوس حد الفا انا این فرموله هفتم چیز شد اثبات شد این فرقش عیناً همین چیز فقط اینجا به خطا شده است 45 گراد استخدام شده میتونه یک بار اینجا به اثبات کنیم کوسینوسی الفا تعریف سینوسی الفا نگاه کنید کوسینوسی الفا تعریف متد ما همون متد ریشه دو تقسیم دوی چاکران هم صورت هم مخرج گذاشتن کوسینوسی الفا تعریف ریشه دو تقسیم دو چیزه تقسیم ریشه دو تقسیم دو این برابر میشه به چی؟ ما میتونیم جای این بر سینوسی 45 گرادوس کوسینوسی الفا تعریف کوسینوسی 45 گرادوس سینوسی الفا بذاریم تقسیم ریشه دو سه برابر میشن اینجا جدا هم بچه جای الفا چه هست؟ آفرین مینوسی الفا ما تقسیم ریشه دو عینا نمیخواد ریشه دو تقسیم دو اوضاع کنیم اگر هم مخرج ریشه دو سینوسی 45 گرادوس تعریف الفا من این فرموله دیگر اثبات کنیم فرموله چی شد؟ اینا خلاصه درس بچه ها خلاصه درس موضوع امروز ما فرموله سوم و فرق 1 2 3 4 5 6 7 8 دیگر فرموله ما اثبات کردیم من نمیگم که همه این فرموله شما اذیت کرده خاطر گیرید بلکه امین نتیجهش یادتون بگیرید که خیلی بلندنش یادتون بگیرید اگر بچه ها این فراموش نمیکنید وقتی در کنید به ملال استفاده میبرید بچه ها فهمو حل مثال ها و همش به استفاده میبرید فهمو میتونید شما از بس که فرموله ها خیلی بسیار شده میرن که دیگه نمیتونید حاضر 22 تا پیشینه با 8 دیگر که 30 تا فرموله دیگه نمیتونید شدن شما میتونید یک تا شپرگل که کرده همیشه دستتون یا میانی دفترتون هم مونده کردید وقتی اثبات عینیت ها یا مثال های دادگیم و دیده استفاده بردن ممکن لیکن شما این فرموله های بهتر میشه که ازاد کنید تمام بهترین چیز ازاد کنید تمام